سلام به ترفندونه، خوش اومدین. کهنسال هستم و قراره در آموزش امروز یاد بگیریم نتایج آزمون رو به صورت اتوماتیک در اکسل نمایش بدیم. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید. همچنین لایک و شیر رو فراموش نفرمایید. بریم سراغ نکته کاربردی امروز. از من خواسته شده نتیجه آزمون زبان رو در اکسل نمایش بدم. راه حلی که خیلی از ما انجام میدیم اینه: یکی سطرها رو چک میکنیم و هر کسی نمره بالای 70 رو گرفته بود در سلول مورد نظر می نویسیم قبول و هر کسی هم نمره زیر 70 داشت می نویسیم رد. اما این کار هم سخته و هم زمانبر و امکان خطا توش زیاده. پس میریم سراغ راه حل اصلی و نکته کاربردی امروز. کل ستون مربوط به نمره ها رو انتخاب میکنم و بعد به سمت ستون نتیجه بسط میدم. با این کار همه نمره ها رو در این ستون هم کپی کردم. بعدش کل ستون رو انتخاب، کلیک راست و فرمت سل رو انتخاب میکنم و یا اینکه کلید کنترل 1 رو نگه میدارم. اینطوری پنجره فرمت سلز باز میشه. در تب نامبر و زیر منوی کاستوم متن ژنرال رو پاک میکنم و این رو یادداشت میکنم. برای کد نویسی نمرات بالای 70 و خود 70 رو قبول در نظر میگیریم و به رنگ سبز نمایش میدیم. نمرات زیر 70 یعنی اینکه رد شده و با رنگ قرمز نمایش میدیم و در داخل فرمول به این صورت می نویسیم: کروش باز گرین، کروش بسته، دوباره کروش باز بزرگتر مساوی 70، کروش بسته داخل دابل کوتیشن می نویسیم قبول، سیمیکالون، کروش باز، رد، کروش بسته، کروش باز کوچکتر از 70، کروش بسته، دابل کوتیشن و داخلش کلمه رد یا همون رد شدن رو یادداشت میکنیم که اینا رو میتونستیم به انگلیسی هم بنویسیم. قبل از اینکه نتیجه رو با هم ببینیم لینک آموزش‌های قبل این بالا نمایش داده میشه. لطفاً بعد از اتمام این آموزش ترفندهای کاربردی دیگه از اکسل رو هم مشاهده بفرمایید. بعد از نوشتن کد و تایید اون، نتایج آزمون به صورت خیلی سریع و اتوماتیک در ستون مربوطه نمایش داده میشه. امیدوارم از این آموزش هم خوشتون اومده باشه. لطفاً نظرتون رو در کامنت ها بفرمایید. با تشکر از همراهیتون. کهنسال.